بچه‌ها چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو خودتون. اومدیم یک کارت دیگه باز کنیم. همونطور که میبینید از پکیک برزیل و انگلیسه. از پک برزیل و انگلیس میتونیم یه پک بزنیم. بذار یه فکری اول بکنیم چه بزنیم. داخل مایتی استراتژیک بشید. من یه دونه هافبک برزیلی میخوام. انگلیسی هم باشه رده من انگلیسی من میخوام. قاوی رو مثلا بذارم یه لحظه دوستان. قاوی رو بذارم اینجا سرعتش زیاده. اون هافبک اینجا باشه مثلا این عقب بایسته یا جلو واسه قاوی عقب واسه که این سرعتش هم این به پاس بده. این تکنیکی بره به مسی لوادوفسکی اینا پاس بده. خب بک میخوایم که بریم ببینیم اول چطوری است. بعد میخوام مسی رو بزنم جای یامال رو بزنم تمیز جا بقیه بسورت که خب میریم اینجا بیاس بگیم چون به قبلی جا بخش یه لحظه بینم کجا بازی میکنید شما نه فک بوده نظره بوده با حیلت دقیقا فک باز کجا میاری اونو دیگه میبره هری که نه ببینیم این کجا ها بازی میکنه. بگیرم تو کجا نه همه بازی میکنی چرا تو باید چه پلاستش بکشیم تو تفیز کنی همینه میخوایم دوستان. سرعت و اینا رو اصلا نمیخوایم اینا برای مهم نیست. بزنیم چی؟ چی دوست؟ شبیه رو یه لحظه بگم رو دیگره دیگه خب میرم که خواهد این پکه ببینم از یه چه ببینیم چه پک این هست. از این پک ببینیم میتونی بزنیم خیلی هیچ چیشو نده بسان لایک کامنت و سابسکرایب اول ببینیم چطوری قضیه مایتی اینجا کوشیش خب الان تمرین بدیم چند تا میره بالا سورو تو میره. خب دوستان لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.